آیا بوتاکس باعث پیری عضلات میشه؟ بله، ممکنه. شاید شنیده باشید که بعضیا میگن بوتاکس باعث آتروفی یا تحلیل عضلات میشه و این اتفاق ممکنه بیفته. اما در شرایط خاص. 1. اگر بوتاکس با دوز بیش از حد مجاز تزریق بشه و یا بوتاکس به صورت غیر اصولی و پشت سر هم تزریق بشه. هدف ما از تزریق بوتاکس مهار موقتی عضلات برای کاهش چروک هاست، نه فلج یا تضعیف دائمی مو. توی تزریق اصولی ما از مقدار دوز هدفمند و اختصاصی هر فرد استفاده می‌کنیم که نه تنها منجر به این عمل نمیشه بلکه از ایجاد چروک‌های جدید هم جلوگیری می‌کنه. پس اگه تزریق توسط پزشک با دوز مناسب و در زمان مناسب تزریق بشه جای نگرانی نیست. و همیشه یادت بمونه زیبایی وقتی ارزشمنده که با سلامتت همراه باشه. اگه این سوال تو هم بوده ما قراره توی این پیج جواب خیلی از اونها رو بدیم، پس بهت پیشنهاد میکنم با ما همراه باشی.